سلام و درود، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید ما. امروز قرار که فارم مایی رو بهتون آموزش بدم که توی ویدیو قبلی ساختمش. برای حمایت کردن از من که کافیه این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید، چنل رو هم سابسکرایب کنید. برو بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، اینم وسایلی که واسه فارم مایی احتیاج داریم که توی دیسکریپشن واسه تون می نویسم. اگه نیاز داشتید برید از اونجا بردارید. خب اول کار هر جا که دوست داریم چستمون رو میذاریم که اینجا قراره ماهی بگیریم. پشتشو ترپدور میذاریم واسه جایی که قراره ماهی باشه. خب بعد 3 تا تابلو باید بزنیم به چست که آب نیاد بیرون. خب اینم سومی. بعد که اینجا رو درست کردیم باید زیر چست یه سطل آب بزنیم. بعد باید بریم یه سطل آب با ماهی بگیریم و دوباره بیایم. خب اول باید سطلمون رو آب کنیم، بعد باید بریم یه دونه ماهی بگیریم. من همیشه از این ماهی بزرگا میگیرم، حالا فرقی نمیکنه چه ماهی باشه، شما هر کدوم که دوست داشتید بگیریم. خب میام اینجا جای این ترپدورا میزنیم که به الان بالا تکمیل شد. باید بریم این پایینش رو بسازیم که سیستم جمع‌آوریشو درست کنیم. خب 4 بلاک این 3 تا بلاک میریم پایین. بعد باید چستمون رو بذاریم. خب اینم چستمون. بعد یه دونه هاپر بهش وصل کنیم و روی هاپر ریل میذاریم. بعد روی ریلمون هم ماینکارت هاپر رو میذاریم. خب بریم پایین از اینجا. خب بعد اینکه اومدیم پایین باید این ریل رو ما بکندیم. یک بلاک زیر پامون رو میکندیم که بتونیم این ریل رو برداریم. بعد از این که ریل رو برداشتیم باید پشت ماینکارت هاپرمون این تابلو رو بزنیم که لاوا نیاد پایین، که اینطوری فارممون خراب میشه. خب بعدش حتما روی چست رو باز کنید که از بالا بتونید چست رو باز کنید و آیتماتون رو بردارید. میبینید که باز میشه. خب بعدش روی ماینکارت هاپرمون سطح لاوامون رو میزنیم. بعد روی لاوا هم این ترپدور رو میزنیم که هر وقت نخواهیم استفاده کنیم اینو ببندیم که نیافتیم داخل لاوا. اگه خواستیم هم استفاده کنیم بازش میکنیم. و این ترپدور هم حتما باید اینطوری بزنید که چون اگه اونور بزنید این کار نمیکنه، یعنی تنابو نمیکنده. خب بچه ها بریم تست کنیم ببینیم فارممون کار میکنه اصلا. و بله دیدین که خودش کار میکنه. فقط شما کافیه تنابو بندازین خودش، یعنی اتوماتیک تنابو خودش برمیداره و آیتم هم میره داخل چست. خب چند تا هم تانی بگیریم. خب بچه ها من 4-5 تا گرفتم و بعد همینطور که میبینید خودش اتوماتیک اومده داخل چست. و این فارم XP میده. کلا فارم خوبیه واسه اوایل بازی، غذاتون جور میشه و اگه زیاد بگیرید کتاب این چند تای خوب میده، بو این چندار میده. خلاصه که این فارم عالیه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. حمایت فراموش نشه، لایک، کامنت و ساب و اینا. بعد تا آموزش های بعدی و ویدیوهای خفن‌تر. خدافظ.